مرکز توجه سید جلال حسینی. رنگرز پرتاب رو انجام داد. توپ در این سمت نرسید به فرزاد حاتمی، ارتباط رو قطع کردند. کم کم داره پرتاب اونجاهایی شکل میگیره که نادر محمدی میتونه خوب پرتاب بکنه. اوتنداز که چه عرض کنم، نارنجک اندازه، یعنی وقتی که تو نیمه زمین حریف. الان هم دورخیز مناسب رو انجام میده. این اولین پرتابی که از این جنس نصیبش شده. نادر محمدی، رضا عادل اشاره میکنه که صبر بکنه. پیست آزادی هم این موقعیت رو بهش میده که دورخیز مناسب رو انجام بده. حالا میره اولین حرکتش، توپ میخوره به سر امید عالیشاه. یه لحظه گیج زد، فرصت، یه لحظه پرچم کمک داور بالا رفت. امید عالیشاه خیلی نزدیکش شده بود، پرش رو هم انجام داد، توپ هم بدجوری به سرش خورد. حالا کارگردان عزیزمون نشون خواهد داد که پرچم کمک داور بالا رفت، آفساید هم اعلام شد. اون سمت هم پرتابی که انجام داد خیلی نزدیکش بود امید عالیشاه. اولین نمایش نادر محمدی روی پرتاب که موفقیت آمیز نشد. خیلی نادر محمدی این بار هم پرتاب انجام میده، این بار موفق میشه، از صد عالیشاه میگذره. در اون سمت اسماعیل بابایی ترجیح میده پرتاب رو از اون بر تکرار بکنن. هر پرتاب توی این مناطق برای پیکانیا حکم یک کاشته رو داره و یک شروع مجدد رو. خیلی هم ابایی ندارن از اینکه بگن تاکتیک اوت دستی دارند. به هر حال یک روشی هم هست وقتی فردی با پتانسیل نادر محمدی هم تو تیمت باشه. الان اون بر البته تابلوها یه مقدار مزاحمه، ولی خب ببینیم رفته برای دورخیز، اینجا همون حرکت رو انجام میده، آکروباتیک میفرسته روی دروازه. قبلش سوت داور به صدا در اومده. صالحی رو توپ از سر میگذاره. فرزاد حاتمی برمیگردونه برای پورامینی. حالا از سمت راست رنگرز پرتاب برای پیکان. اصلا توپ که میره به بیرون اینجور مناطقی، این بار دیگه خیلی هم جاش ظاهرا مناسب ترم هست، خیلی نزدیکتر به خط دروازه. نادر محمدی میره برای پرتاب توپ. یه لحظه دید که اون توپ انگار خیسه و ممکنه سر بخوره از دستش، میره توپو عوض بکنه. نادر محمدی همه تمهیدات لازم هم انجام میده که از دستش رها نشه. حالا میفرسته توپ رو تند و تیز به روی دروازه. چه ارسالی و چه ضربه سری. پشت دروازه که ایستاده بودن ظاهرا این بود که توپ باید از کنار دروازه پرسپولیس زده بشه. نادر محمدی این بار باز هم دورخیز مناسب رو انجام داده. ارتفاع توپ رو بلند میفرسته، از همه عبور میکنه. نصیب بازیکنان پیکان. قبل از اینکه سر رو بزنه ابراهیم صالحی، سوت داور به صدا در اومده. چهره ابراهیم صالحی بود که به نظر رسید توپ برای او فرستاده شده. این بار نمیده به رنگرز، پاسو در عمق میفرسته برای ابراهیم صالحی. توپو تعقیب میکنه سید جلال و پرتاب درست از همون جایی که پیکانی ها ایدئالشون هست. و باز هم منتظر میشن که نادر محمدی بیاد. اینجا یکی از اعضای تیم پیکان داره توپو براش آماده میکنه، خشک میکنه تا توپو
به دستش برسونه. نادر محمدی که از جوانان خود باشگاهه و البته از مقاومت تهران به پیکان اومده. حالا ببینیم که این پرتاب سانترگونه نادر محمدی چطور خواهد بود. حرکت رو انجام میده، تند و تیز میفرسته به روی دروازه در اون شلوغی و به هر ترتیب توپ رو دور میکنند. پرسپولیس رو تیر دروازه گرفت از اونها. پرسپولیسی که در 3 بازی پیاپی مقابل ماشین و تراکتور و مصر رفسنجان 3 تا برد پیاپی داشتن که با بسته بودن دروازهشون هم همراه بوده. پرتاب از هر نقطه زمین بلند، عجب پرتابی بود. این بار دیگه توپ رو جمع کرد حامد لک. خطا به روی او هم اعلام میشه که نتونه شروع مجدد سریع رو میرسید. 55مین دقیقه بازی هم هست. یه یادی هم بکنیم از شهدای چوار ایلام، شهدای فوتبالی که بله در فوریه 1987 و در واقع شهدای فوتبالی که معمولا هر سال یاد و خاطرشون گرامی داشته میشه. 23 بهمن ماه روز دقیق اون بمباران هست که یاد و خاطره همه شهدا رو به خصوص شهدای فوتبالی چوار ایلام رو گرامی می‌داریم. دیگه از هر کجای زمین نادر محمدی بگید، از وسطا فکر کنم کم کم اگه نزدیک محمدی جریمه. اسماعیل بابایی یه دریبل ریز اما مؤثر میزنه، توپ رو میفرسته به سمت راست خودشون، جایی که رنگرز یه پرتاب میگیره. یعنی 1 کیلومتر شمار باشه نادر محمدی چه در جریان بازی چه خارج از اون بیش از همه میدوه. هر کجای زمین باشه باید بره توپو پرتاب بکنه. باز هم خود نادر محمدی و امید عالیشاه هم همچنان به عنوان دیواره دفاعی روبروی اوست که حداقل باعث بشه ارتفاع پرتاب‌های او بیشتر بشه، چون هرچه ارتفاعش کمتر بشه شلیکی‌تر و سرضرب‌تر میتونه خطرناکتر هم بشه. حالا توپ رو کوتاه میفرسته. حالا روی یک ضد حمله سریع تند و تیز پرسپولیسیا جلو میان. خود به نظر رسید که میتونست اونجا خطا باشه، تشخیص داور این نبود. در برگشت حالا پیکان با اسماعیل بابایی. یحیی گل محمدی هم معترضه به همون صحنه، اینجایی که به نظر میرسید خطای نادر محمدی میتونه باشه. به هر حال تشخیص داور این بود. یحیی گل محمدی عصبانی شد. اونجا یک کلاس توجیهی کوتاه برای تمکین به رأی داور برگزار میکنه برای یحیی گل محمدی، یک کلاس خصوصی 1 دقیقه‌ای تا بگه که تصمیم اول آخر رو او میگیره. حالا اونقدر باید دورخیز بکنه از مقابل نیمکت ذخیره‌های پرسپولیس این پرتاب رو انجام بده. جالب اینجاست که الان یحیی گل محمدی هم علاوه بر امید عالیشاه در تیررس نادر محمدی هست. توپ رو بالاخره پرتاب میکنه بلند به روی دروازه و همونجا هم اعلام خطا شده به نفع تیم پرسپولیس. خب داور بیشترین حمایت رو از دروازه‌بان انجام میده. اینجا لحظه است که در واقع خطا اعلام شده به روی حامد لک. قبل از این که جذابیت کار بیشتر شد به نسبت نیمه اول. یه لحظه سید جلال حسینی باز هم جا نموند، تکلو در آخرین لحظه رفت و نذاشت که ابراهیم صالحی کار
کاستروش صورت بده. کاپیتان تیم پرسپولیس امروز اگر زننده گل نبوده اما در کار دفاعی هم تا به اینجا کم نیاورده. باز هم پرتاب برای پرسپولیس. امیر روستایی در واقع کمک میکنه تا نادر محمدی برسه توپ رو پاکسازی بکنه و آماده بکنه براش که خیس نباشه. زاویه پرتابش رو عوض کرده. معمولا وقتی تند و تیزتر رو با ارتفاع پایین میزنه یه مقدار سخت میشه. خودش 30 ثانیه 1 دقیقه وقت میگیره پرتاب‌های نادر محمدی. ضمن که داورم اونجا داره آروم میکنه فضای درون 6 قدم پرسپولیسیا رو که همه مترصد رسیدن این توپ هستند. توپ رو خواهد فرستاد نادر محمدی، این بار با ارتفاع بلند پشت محوطه جریمه. فرصت برای شوت زنی هست، تیر دروازه یه بار دیگه در برگشت. عجب توپی گل نشد. یه موقعیت ایدئال، تیر دروازه پرسپولیس به لرزه در اومد. تاکتیک اوت دستی رو اسمشو بد کردن که دست زیاد نشه، وگرنه چیز بدی نیست. ببینید عجب موقعیت ایجاد شد زیر طاق دروازه حامد لک. چه توپی رو مجید ایدی زد. دیروز هم بازی رو از نزدیک میدید، اینجا هم همینطور. پرتاب رو مجید ایدی میخواد انجام بده. اگه یه ذره دیگه معطل بکنه نادر محمدی اومده توپ ازش گرفته. همینم میشه. انگار اصلا دلشون نمیاد یه شور مجدد سبک. یحیی گل محمدی هم به امید عالیشاه در دیوار دفاعی مقابل نادر محمدی اضافه میشن. حالا بلند پرتاب میکنه به روی دروازه، همه عبور کرد و این هم چندمین باره که سوت داور به صدا در میاد و قبل از اینکه پرتاب برسه رو دروازه پرسپولیس خطا به نفع این تیم اعلام میشه. ببینیم چه اتفاقی افتاد. حامد لک نشون داد که با مزاحمت حریف روبرو شده و یه بار که بازیکنان تازه نفس پرسپولیس سعی میکنن که پرس رو انجام بدن، به خصوص مهدی عبدی که رو پای بازیکنان صاحب توپ رفت برای لحظاتی. مجید ایدی، حمید مطهری حالا برای لحظاتی دیدید. این هم چهره آقای علی اصغر مدیروستا بود. کنارش هم حسین پاشایی دستیار مهدی تارتار. جایگاه دهم پیکان هم فرقی نخواهد کرد چون سایپا باخت امروز. بنابراین سایپا در واقع پیکان در پایان این فصل در این جایگاه باقی مونه در رتبه دهم. باز هم نادر محمدی، این بار دیگه سید جلال حسینی برای کامیابی نیا. پرسپولیس در این بازی هم به نظر میرسه که گل خورده‌ای نداره. پارسال تو این چند سال اخیر بیشترین گل خوردهش داشت در نیم فصل با 7 گل. امسال 8 گل خورده. یه بازی دیگه هم البته مونده ولی همچنان آمار بهترین خط دفاعی رو یدک میکشه تیم یحیی گل محمدی. یحیی داره میگه که خیلی داره اون ور میره، باید از این ور پرتاب کنه. سر شونه میزنه سر. آره دیگه خیلی داور میگه که نه، میدونه که چگونه هست این، چون این زاویه با اون زاویه خیلی متفاوته برای پرتاب‌های نادر محمدی.
حالا میاد توپ رو شلیکوار میفرسته روی دروازه و خوب جمع میکنه حامد لک بلا فاصله. حالا روی ضد حمله پرسپولیسیا سریع خودشون رو میرسونن، ببینیم که میتونه دروازه رو هدف قرار بده. برمیگرده، همون برگشت باعث میشه که موقعیت تقریبا از دست بره و از اون سمت هم محمدی، شیخی، خود میلاد شیخی، حامد لک به استقبال توپ اومده، یه لحظه توپ از دستش رها شد. موقعیت بود مقابل دروازه بدون دروازه‌بان رو نجات دادن پرسپولیسیا. میتونست پایان دراماتیکی برای پرسپولیس باشه، اما در وقتهای تلف شده این بازی تازه یه پرتاب دیگه به دست اومده. حتما فرصت بشه صحنه آهسته رو هم خواهیم دید. حامد لک کاملا جا موند روی خط، که ضربه سر رو بهتر زده بود میتونست پیکان به گل برسه. حالا یه بار دیگه نادر محمدی بلند، یه تیکه داره توپ به بیرون میره.